حبيبي الباب مفتوح. ايه الباب مفتوح. نه در رو باز بذار. افتح الباب. انا فاتح الباب. نه باز بذار. افتح الباب. شنو يعني؟ شنو قصدك؟ بابا باز بذار به عربی چی میشه؟ میگیم خلی الباب مفتوح. مگه خلی نمیشه قرار دادن گذاشتن؟ بابا عربی کاربرد محور یعنی همین. یعنی شما باید بدونید توی چه جایگاهی از چه کلماتی باید استفاده کنی. خلی مثل زبان فارسی 2 تا معنی میتونه داشته باشه، هم معنی قرار دادن هم معنی اجازه دادن. بذار اینجا یعنی اینجا قرار بده، میگیم خلی هنا. حالا بذار برم یعنی اجازه بده برم، خلی اروح. حالا گرفتم چی شد. این مکالمه کاربردی چقدر زمان میبره؟ با برنامه نبراس کلا 2 ماه زمان میبره که شما تو همون اولین هفته شروع میکنی به عربی صحبت کردن. جدی؟ خیلی عالیه. که چیکار باید بکنم؟ همین الان کلمه مکالمه رو کامنت کنید تا مسیرش رو بهتون بگم.